السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز تشدید. کسی که میخواهد خواندن قرآن را یاد بگیرد درس های پیشتر ما را مطالعه کنید، انشاءالله بینید، گوش کنید و با گذشتن این درس ها شما میتوانید قرآن را به طریقه درست بخوانید انشاءالله. و در این روزها انشاءالله ماه رمضان است، اکثریت ما در خانه می نشینیم، وقت زیاد داریم. وقت خود را بیفایده صرف نکنید و خود را مشغول به قرآن خواندن و به یاد گرفتن علم مشغول کنید. انشاءالله تعالی هم وقت را درست صرف میکنید و هم از این ماه مبارک شریف رمضان به درستی انشاءالله پیش می روید و انشاءالله تعالی نائل اجر و ثواب می شوید. درس هشتم، درس تشدید یعنی که شده. اگر در حرف باشد یک حرف دو حرف تلفظ می شود، مثلا حرف الف زبر یعنی که فتحه ا، حرف را اگر فقط زبر داشته باشد ما می خوانیم ارا ارا. تشدید داشته باشد اگر ار ار. اگر زیر یعنی که کسره باشد با تشدید اری اری. اگر ضمه داشته باشد یعنی که پیش ارو ارو. همین طور حرف با فتحه دارد یعنی که زبر با. مثلا حرف فا زیر دارد بفی بفی. تشدید داشته باشد اگر بفی بفی. زبر داشته باشد بفه. اهمیت بدهید حرف فا از جهتی که تشدید دارد کمی در حرف هفت وقت تلفظ می استیم و یک حرف فا دو حرف می شود بفه بفه. اگر پیش داشته باشد بفو بفو. خب درس امروزه از اینجا شروع می شود. یکم حرف الف در بلوش زبر ا و بعد حرف لام در بلوش تشدید و زبر ال ال. از بس که الف است و الف حرکت ندارد، این الف حرکت ندارد، این الف با زبر یک جا تلفظ می شود. می خوانیم وقتی الف و زبر یک جا تلفظ شد کمی هم حرف را می کشیم. اول حرف لام را کمی یعنی می ایستیم در حرف لام برای اینکه تشدید دارد. الا الا. کشش میتیم در آخر الا بلا تلا ثلا جلا حلا خلا دلا ذلا رلا زلا سلا شلا صلا ضلا طلا ظلا علا غلا فلا قلا كلا للا ملا نلا
ولا هلا. لام الف لا همزه اگر فتحه داشته باشد لا می شود. آخرون یلا. خب وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم، مثلا بسمی الله، بسم الله، بسم الله. در حرف لام تشدید و فتحه هست، یعنی که الف کمی هم کشش دارد، هم یک حرف دو حرف خوانده می شود. بسم الله. الرا، ما کشش دارد. الرحمنی. خب انشاءالله تعالی فکر میکنم که فهمو شد. انشاءالله تعالی هفته آینده درس دیگر را یک جایه انشاءالله تعالی میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.